خدای من، مهربان من، آرام کننده قلب من، که من دائما رازم را به تو میگویم که تو نزدیکترین بر ما انسان ها هستی. چرا دوستت ندارم؟ وقتی هر کار را که ما نیت میکنیم فلان کار را میکنم، اگر نکنیم تو باشی پروردگار من می نویسیش. گرچند نکردیم آن کار را، نیت کردیم، البته از نیتمون می نویسد پروردگار. برعکس گناه کردیم، کار زشت کردیم، نویسنده ها و ملائکه ها را میگوید نه ننویس، برو 24 ساعت وقت بده. برای ما پروردگار در کار خوب در حال می نویسد، در کار بد میگوید 24 ساعت وقتش ده، شاید پشیمان بشود. خوش به حال آنانی که گناه میکنند و در مدت 24 ساعت استغفار میکنند و برمیگردند به سوی خدا. خدا توبه کنندگان را دوست می‌دارد. ملیکا، ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم ره نمایی. بر دل چو تافت نور خدا، ناله میکنم، بر عمر رفتم